بعد حضرت هارون دارن توی آیات قرآن هست که حضرت هارون در جواب حضرت موسی چنین گفتن که من اونها رو گفتم دعوت کردم. حالا من این آیه رو بیارم. ولقد قال لهم هارون من قبل، یعنی قبل از اینکه حضرت موسی بیان به قومشون برگردن، اون اختلاف ها که برخوردن حضرت هارون به اینها سفارش کردن که ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به، شما با این آزمایش شدید، این فتنه پرستش گوساله آزمایشی برای شما، یا به این فتنه گرفتار شدید. انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن، خدای شما گوساله نیست، خدای شما اون پروردگار رحمان است. فاتبعونی و اطیعوا امری، من رو تبعیت کنید، اطاعت از من بکنید. پس انجام وظیفه‌شون رو دادن. یقینا حضرت موسی با این اتمام حجت، با این گوش زد کردن حضرت هارون که اون چی که باید میرسوندن رو رسوندن، این که من خلیفه حضرت موسی هستم، چون حضرت موسی به عنوان خلیفه حضرت هارون رو قرار دادن. همین آیه‌ای که دهه اول ذوالحجه در نماز مستحب بین مغرب و عشا خونده میشه، این که و واعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم من، و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، و اصلاح انجام بده و تبعیت از راه مفسدین نکن. خب در اینجا خلافت رو به حضرت هارون دادن حضرت موسی. از طرفی اون چی که باید ابلاغ میکردن و وظیفه این مسئله رو داشتن، خلیفه که شدن، یعنی هر اون چی که قوم حضرت موسی وظیفه داشتن نسبت به اطاعت و تبعیت از حضرت موسی، باید نسبت به حضرت هارون هم اعمال میشد. اما اینها این کار رو نکردن. حضرت هارون متذکر همه اینها شد، اینکه خدای شما گوساله نیست، و ان ربکم الرحمن فاتبعونی، من رو تبعیت کنید، و اطیعوا امری، اطاعت از امر من بکنید. خب با این وجود مردم گوش ندادن. این رو باز در یک جای دیگه قرآن این چنین آمده که حضرت هارون جواب حضرت موسی رو چنین دادن که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این قوم من رو به استضعاف کشیدن، من رو ضعیف قرار دادن، بر من غلبه پیدا کردن، و کادوا یقتلوننی، داشتن منو میکشتن. اگه من رو میکشتن دیگه همون علم هدایت هم دیگه نبود در بین اینها. لااقل من که هستم حرفی میزنم، یه کسی بخواد هدایت بشه میدونه کجا باید بره، میدونه چه باید بکنه. اگه من هم نباشم دیگه اونی هم که بخواد نمیتونه هدایت بشه.